رنگ و روی عبدالله پسر عمر از دیدن این خواب پریده بود و خواب از چشم ایشان برداشته شد. لرزه بدن عبدالله ابن عمر را فرا گرفته بود. با چشم گریان نزد حفصه مادرمان اپشان آمد صبحیدن. در حالی که پیغمبر بزرگوار در مسجد بعد نماز صبح نماز بامداد منتظر برآمدن آفتاب بودند و منتظر خواندن نماز اشراق در مسجد سکوت بودند، عبدالله حجره حفصه مادرمان در آمد. دختر حضرت عمر رضی الله عنه اپی عبدالله ابن عمر است. در صبحیدن وقت مادرمان حفصه رضی الله عنه دیدن که دادرشان در حولیشان در حجرشان در آمدن، گفتن عبدالله جان من در این صبحیدن صبح صادق چطور وادار کرد که خانه ما بیایی؟ تینجی است چرا این صبحیدن؟ نگاه میکنم چهره ها پر عرقالود است و بدن لرزان، سراسیمه و دهشت زده. یگان بلای مصیبت بالا آمد. چی در داری؟ گفت که اپا جان، گفت من این شب خوابی بسیار واهمناک دیدم. خوابه دیدم که ملائکه های عذاب من از کتفام گرفته به طرف دوزخ می بردن. سین 10 سالگی خیلی ملائکه های دهشتناک بودن، ملائکه های واهمناک بودن. از دو کتفی من داشتن و من کشان کشان زولانه زده و طرف دوزخ می بردن. اما لطف و مرحمت پروردگار شد، ملائکه رحمت از جانب خدا آمد، من از دست اونها آزاد کرد. گفت که عبدالله ابن عمر تو زیب دوزخ نداری، تو ذات هستی، شخصیت هستی که دوزخ تو رو نمی سوزد، تو آزادی. من از دست اون ملائکه های عذاب خلاص کرد و رهانید. من میخواهم که تعبیر خواب ما از پیغمبر بزرگوار پرسم که این خواب واهمناک من چرا دیدم؟ علت چی بود؟ من چی گناه کردم که این خواب دیدم؟ من از این خواب دیدم میترسم و در هراس هستم. اگر در زندگی برای من یگان کمبوده، یگان لغزش گذشته باشد، شما از پیغمبر بزرگوار خواهش کنه که در حق من دعا کند، من توبه کنم و بازگشت به سوی خدا کنم. صبح دمید روشن شد، آفتاب برآمد، رسول اکرم اشراقشان خواندند، از مسجد آسته آسته طرف حجره آمدند. آفتاب تابان رسالت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم وقت حجره در آمدند، در حال مادر بزرگوار من حفصه سیبنچه گرفت، گفت یا رسول الله برادر من عبدالله جان نزد شما آمده است، به خاطر چیزی را پرسیدن. رسول اکرم عبدالله ابن عمر را دوست می داشتند. گفتن عبدالله جان در این سحر روز چی واقعی رخ داده باشد که یاد از ما کرده است؟ عبدالله رو پروی پیغمبر بزرگوار نشسته بود. حفصه مادر ما گفتن یا رسول الله این شب خواب واهمناک دیده است، ملائکه های عذاب کشان کشان به طرف دوزخ می بردن. با لطف و مرحمت پروردگار ملائکه رحمت از جانب خدا آمد و اینا گفت که عبدالله ابن عمر تو زیب دوزخ نداره. اینا گرفت از دست اینا آزاد کرده است، میخواد تعبیر خواب شد. رسول اکرم کمی توجه کردند، چهره عبدالله ابن عمر را تماشا کردند و دست مبارک در کتف عبدالله ماندند. گفتند یا عبدالله تو بسیار بچه خوبی، تو بسیار بچه نازنین هستی، تو فرزند عمر ابن خطاب رضی الله عنه هستی، لیکن خوب میشد که نماز تهجد خوانی ای عبدالله. وقتی رسول اکرم گفتم که عبدالله ابن عمر خوب میشد که تو نماز تهجد خوانی، من از همون 10 سالگیم دیگر تا روز مرگ من تهجد ترک نکردم، نماز تهجد میخواندم.
بنابراین من امید دارم، گمان دارم که این عبدالله یوسف جانم مثل عبدالله ابن عمر آینده به وایه و کمال رسد، در خاندان اسلام، در خاندان قرآن، در خاندان ایمان به وایه و کمال رسد و مثل عبدالله ابن عمر قرآن خوان شود و نماز تهجد خوان شود. زیرا پدرش تهجد خوان است و باباش تهجد خوان است و فرزندای اینا هم باید چی؟ تهجد خوان باشد. همین عبدالله ابن عمر روایت میکند که روز رسول اکرم علیه السلام من از کتفم داشتم، دست مبارک در کتف من ماندن، من به طرف خودشان کشیدن، گفتن یا عبدالله کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. ای بچه عمر، در دنیا به اندازه به منزله زندگی کن که مثل یک مرد غریب باشی یا مثل یک مرد چی؟ راهگذر باشی. تقاطق دنیا، دغدغه دنیا، هیاهوی دنیا به درد نمیخوره عبدالله جان. به مال دنیا، به ثروت دنیا، به نعمتهایی که خدا در دنیا تو داده است قیامت را آباد کن. زیرا اینکه قبر اول منزل آخرت است و اخیر منزل دنیا است. انسان بعد از زندگی یک نفسه و یک روزه و 10 روزه و 40 و 50 سالش از این منزلهای زیبا می برد، رفته در درون خاک خنک منزل اختیار میکند که او یا حفره از حفره های دوزخ است یا سفره پرناز و نعمت جنت است. بنابراین رسول اکرم گفتند قبر عبارت از 4 دیوال و یک مهرین نیست. عبدالله انما القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النیران. این قبر یا باغ از باغ جنت است یا کودال، چقری، دکان، تنور، دیدان از دیدانهای جهنم است. بنابراین این قبر میگن این خانه آچب نیست، این جای بازی نداره. بنابراین پیش از آن که شما مرده ها را میبرید در درونی لحد میمانه، شما زنده ها یک درای تماشاش کنه پیش از آن که مرده را درونی امیدواره. تماشای درون قبر دل زنده میکند، تماشای درون قبر خون تنک میکند و رقیق میکند، ایمان نازک میکند، آب چشم در پره روی انسان جاری میکند، رحم و رو را، شفقت و محبت در دل انسان زنده میکند، بیداری آخرت در قلب انسان هویدا میکند، محبت خدا و پیغمبر و دین و شریعت یک دانشگاه بزرگی هست که انسان به تخت راست میگرداند. بنابراین روز حضرت عمر خطاب رضی الله عنه نزد پیغمبر بزرگوار آمد، گفت یا رسول الله آب چشم از چشم من گم شده، گریم گم شده یا رسول الله، چیکار کنم که من میخوام که گریه کنم، من میخوام که اون گریه که خداوند در روز قیامت به من میتید همون گریه را در اینجا کنم، اما در روز قیامت خندم. پیغمبر خدا گفتن عمر جان اگر میخوایی که دلت حلیم شود صبح دم خیر دوان قبرستان را برای مرده ها دعای خیر کن، قبر مرده ها را تماشا کن، ای که بر ما بگذری دامن کشان، سخت و محتاجم یک الحم بخوان. ای عزیزی من وقتی به پیش قبرستان میگذری مگنیتفانی ماشین تا بلند نکن، چش تا کور کردن نگذار، یک توقف کن، نظر به این عالم خاموشان کن، زیرا اینکه در اینجا ثروتمندا خوابند، شهبچه ها خوابند، کرسی نشینا خوابند، پهلوانا خوابند. بنابراین تی هم یک نظر کن. حضرت شمس تبرازی هم میفرماید خدا رحمتشان کند، بر گور چندین مرد و زن گر بگذری طعنه مزن، اندیشه کنی نسوتن ای دل دم بیدار شو، اندیشه کنی نسوتن
ای دل دم بیدار شو برخیز وقتی صبح دم سوی مسجد قدم تا شادمان گردی ز غم ای دل دم بیدار شو تا شادمان گردی ز غم ای دل دم بیدار شو. صانع رسول اکرم علیه السلام عبدالله ابن عمر باز دوام صحبتشان گفتند آی عبدالله جان من، اگر گفتن مبادا که آفتاب این بیگه خود غروب کرد پس کوه رفشیش نماز خفتن که خواندی گو که آخرین خفتن خواندون، منتظر صبح نباش، زیرا تو نمیدانی که تا صبح برای تو چی واقعه رخ میدهد. هر زمان هر دقیقه مرگ آمدنش ممکن است، غافلگیرت میکند، تو را خبر نمیدهد مرگ که این ساعت بیاد ساعت دیگر، شب میبیاد یا روز، در حالت خواب میبیاد یا بیداری، تو را آگاه نمیکند. اذا جاء اجلهم، وقتی که اجل از جانب خدا آمد دیگر مهلت برای تو نیست، او در ساعت و دقیقه معینش آمده میرسد، کارش انجام میدهد و میرود. حسن بصری رضی الله عنه میگوید وقتی شما بالای جگه خواب میره، ای مردم مسلمان، ای مردم ایماندار، اول سنت خواب روی در جگه که پای به طهارت خارمه، طهارت کنه. سنت خواب رفتن طهارت کردن است. پیش از خواب 2 رکعت نماز به نیت تهجد خوان و خواب کن. اگر مبادا ساعت 2 خیستی باز دوام تهجد ده، لیکن مبادا مانده باشی و به همین خواب و تا صبح دوام یافت، و این 2 رکعت نماز خواندگی تهجد از گردن ساقط می شود. 2 رکعت نماز به نیت تهجد خوان، بالای جاگت برا خواب کن. وقتی اگر مبادا از طرف راستی تو خانمت باشد، عزیز من، وقتی که تو خانم در آغوش میکشی، دستی چپ تا کم کم ایسو دراز کن که ملک الموت از طرف چپت دراز کشیدگی است. اگر مبادا از طرف چپت که خانم باشه، یقین بدان از طرف راستت ملک الموت است. و هر دقیقه و هر زمانی که فرمان پروردگار صادر شد، ارجع میگوید الی ربک راضیة مرضیه، روح پاک برا از بدن این پاک، از بدن پاک، از بدن با ایمان خارج شد. در حالت خارج می شود که خانمت خبر نمی شود. صبحیدم دست گرمش به بدن یخمانندی تو می رسد که تو علکه تمام شدگی هستی. بنابراین این مرگ است، روزی که اجل براید از پیش و پست، شک نیست که مهلت ندهد یک نفست، فریاد نرسد در آن دم از هیچ کست، برباد رود جمله هوا و هوست. حضرت حذیفه ابن یمانی رضی الله عنه صاحب سر رسول الله بودند صلی الله علیه وسلم، یکی از صحابه های جلیل القدر پیغمبری بزرگوارند. ایشان صاحب سر مخفی پیغمبری خدا بودند، امانتدار بودند. حذیفه ابن یمانی میگه شب از شبها خواب دید حذیفه رضی الله عنه که شیطان در خوابش آمد، ابلیس ملعون شیطان در خواب دید که دور ایستاده است و در سرش میکوبد به دستش زار میگیریست. حضرت حذیفه گفت که ابلیس چرا اینقدر در سرت میکوبی و اینقدر زار میگیری؟ ابلیس به طرف حذیفه ابن یمانی گفت که علت گفت زار گیریستن و علت این لطکوبه که من در سرم میکنم 2 چیز است. یکی این که پروردگار در لعنت بر بارای من کشادگی است تا قیام قیامت از ملائکه های آسمان سرکرده به انس و جن تمام موجودات هر روز من لعنت میکنم تا روز قیامت. این در لعنت برای من کشاده است. یکش این است حسرت، دیگر حسرت و ندامت و گریه و زاره من این است که
من هر وقتا که میخواهم درون قلب مؤمن درام برای خودم راه تیار میکنم، برای خودم جا تیار میکنم، میخواهم که درون قلب مؤمن یا مؤمنه درام پروردگار این مؤمن یک واهمه عجیب دادگی است که یک وهم دادگی است که با مجرد اون وهم دیدن آتش از پیشم میبراد من خاکستر میکند. برای من در قلب مؤمن خدا جا را چنان تنگ کرده است که نمیتونم در آمده، هر چند که حرکت میکنم نمیتونم در آمده. آره وقتی انسان مسلمان کامل شد، ببینه قرآن چی میگوید؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم به عصر، قسم به پیمانه که انسان خسران میکند. انسان راهی ورود شیطان در قلبش خودش کشاده میکند. نواشان پروردگار راه را محکم کرده است، نمیدونه در قلب مؤمن نباید شیطان درآید، لیکن انسان خودش شرایط مهیا میکند تا اینکه شیطان داخل قلبش شود. انسان است که جنایت میکند، با استثناء کرد دومی آیت الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مگر خسران نکردند مگر شخصانی که راه داخل شدن شیطان در قلب محکم کردند با واسطه ایمان قوی، با واسطه عبادت و بندگی، ترس خدا، تسبیح و تحلیل و تکبیر و تحمید، راه شیطان چیکار کردند؟ در قلباشون بسته کردند. کأنهم بنیان مرصوص. ملائکه های در دستاشون سپردار مثل چی؟ دیوال سرپین گرد قلبشون پیچاندند. دیگر شیطان نمیتواند اینجا درآید. ایمان وقتی کامل شد، انسان از ایمان کامل لذت میبرد. وقتی انسان از ایمان کاملش لذت برد، دیگر هیچ دشمن انسی و جنی او را دیگر حمله کردن نمیتواند، غلبه کردن نمیتواند. الا الذين که آمنوا. مگر خسران نمیکنند، از ترس خدا گناه نمیکنند، معصیت نمیکنند، کسانی که ایمان به خدا دارند. و عملوا الصالحات. بعد ایمان به خدا داشتن عمل صالح انجام میدن، نماز میخوانند، روزه میگیرند، حج میکنند، زکات میدهند، خیر و احسان میکنند، یتیم و بیوزن و بیچاره و مظلوم و کسلی ها را دست یاری و کمک دراز میکنند. هرچند که خانه های خودشان رو 2 ایتاج و 5 ایتاج میکنند، با غمی با یک از دو کسی میخورند. هرچند که ماشین سبک روی 97 مرسیدس خاری امردین برادری ما های کنند، با غمی برادرای کمبغلشان میخورند. همین است دنیا. این هم عمل صالح است. هر چیزی که به نفس خود دوست می‌داری، پیغمبر خدا گفتن به نفس دیگر برادرات دوست دار. هر چیزی که به نفس خودت شوم می‌بینی، بد می‌بینی، به نفس برادر مسلمانت بد بین. وقتی من می‌خواهم که ماشین خوب داشته باشم، باید بخواهم که این برادر من ماشین خوب داشته باشه. وقتی من می‌خواهم که خانه خوب داشته باشم، من بخواهم که این برادرای مسلمان هم خانه خوب داشته باشند. من وقتی میخوام که هر روز گوشت قیله بخورم، هر روز در معرکه اشتراک بخوام که این برادران در معرکه اشتراک کنند، من نسبت این برادران بدبین نباشم. باید من مسلم یا رسول الله. کی مسلمان میگم؟ این مردم همه خودش مسلمان میگوید. کی است استینی مسلمان؟ واقعی مسلمان کی است؟ پیغمبر خدا چی گفتند؟ من سلم مسلمون من لسانی و یده. بهترین مسلمان همون مسلمان است که از دست و زبان این مسلمان دیگر مسلمان ها در امان باشند. این است مسلمانی. عمل صالح انجام میدن. و تواصوا بالحق. یک دیگر را به حق دعوت میکنند. همتانه این همت میکند. یوسف جان